سلام بچه های خوبم، حالتون چطوره؟ امروز قراره یه قصه قشنگ براتون بگم. قصه خرگوشی که گوش نمیداد. بله، تو دل یه جنگل سبز و بزرگ زیر یه درخت بلوط قدیمی خونه یه خانواده خرگوش بود. تو این خونه مامان خرگوشه، بابا خرگوشه و بچه خرگوش بازیگوش قصه ما به اسم پاپی بود. پاپی از وقتی که چشماشو باز کرده بود همیشه دوست داشت بپره و بدوه و بخنده و بازی کنه. یه قلب کوچولوی مهربون داشت. فقط یه مشکلی بود. مشکل این بود که همیشه مامان خرگوشه نگرانش بود. پاپی هیچ وقت به حرف بزرگترا گوش نمیداد. همیشه فکر میکرد خودش میدونه که باید چی کار کنه. یه روز صبح مامان خرگوشه با نگرانی به پاپی گفت: پاپی جون، امروز که میری بازی حواست باشه خیلی دور نشی. جنگل بزرگه، ممکنه گم بشی. نزدیک لونمون بمون تا من بتونم همیشه چشمم بهت باشه. پاپی با اون چشمای درخشان خوشگلش به مامان خرگوشه نگاه کرد و گفت: مامان جون، نگران نباش، من خیلی بزرگ شدم، بلدم راه خونه رو پیدا کنم، مطمئن باش همه چیز خوبه. بعدم یه پرش بلند از کنار مامانش زد و رفت سمت دوستاش. نینی خرسه و موشی و لاک‌پشت کوچولو اونا کنار رودخونه منتظر پاپی بودن. پاپی هم رفت پیششون و شروع کردن به بازی. چه بازی؟ قایم باشک. من قایم میشم، شماها بشمارید تا 20. نینی خرسه چشماشو بست و شروع کرد به شمردن. 1 2 3. پاپی دوید و از روی سنگا پرید و از کنار درختا رد شد و رفت تا جایی که دیگه حتی صدای رودخونه رو هم نمیشنید. جای خیلی قشنگی رو پیدا کرده بود. پر بود از گلای رنگارنگ و پروانه های قشنگ. با خودش گفت: چه جای قشنگی، کاش همیشه اینجا بمونم. ولی وقتی برگشت تا راهشو برگرده دید که وای، همه چی شبیه هم بود. درختا شبیه هم، سنگا شبیه هم، هیچ نشونه‌ای نبود. حالا اینجا کجاست؟ راه خونه‌شو از کجا پیدا کنه؟ دل کوچولو شروع کرد به تونتون زدن. دوستای کوچولوی من، اگر قصه هامون رو دوست داشتین دکمه سابسکرایب رو بزنین تا قصه های بعدی رو از دست ندین. برگشت به چپ، بعد به راست، یکم جلو رفت، اما هیچی آشنا نبود. کم کم هوا هم داشت تاریک می شد. باد سردی می اومد. شاخه ها به هم می خوردن و هی خش 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 صدا می کردن. پاپی ترسیده بود. نشست کنار یه درخت و زد زیر گریه. ماما، من گم شدم، کاش حرفتو گوش داده بودم. همون موقع یه صدا از بالای درخت اومد. هو 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 هو، کی اینجاست که گریه میکنه؟ پاپی سرشو بالا گرفت، دید یه جغد دانا روی شاخه درخت نشسته و با چشمای گردش به پاپی نگاه میکرد. سلام پاپی، من تو رو میشناسم. پاپی جون، چرا اینجا تنها ایستادی؟ پاپی با صدای لرزون جواب داد: گم شدم، من از خونه خیلی دور شدم، نمیدونم چطور باید برگردم. جغد دانا با لبخند گفت: پاپی عزیز، اگه به حرف مامانت گوش میدادی الان اینجا نبودی. جنگل بزرگه،
گم شدن توش خیلی راحت اتفاق میفته. اما نگران نباش، من میتونم راه خونه رو نشونت بدم. پاپی که هنوز نگران بود گفت چطور میتونم برگردم؟ من همه جا رو نگاه کردم، هیچ کس نیست. جغد دانا آروم به پاپی گفت اول باید آرامش خودتو حفظ کنی. نگران نباش، من با تو هم. اینجا رو ببین، درختای بلند با برگای سبز. تو باید از همین مسیر حرکت کنی تا به خونت برسی. جغد به پاپی نشون داد که چطور از درخت‌ها و بوته‌ها استفاده کنه تا مسیر خودشو پیدا کنه. جغد با حکمت و دانای ما به پاپی گفت همیشه به یادت باش، وقتی کسی تجربه بیشتری داره حرفشو باید گوش بدی. مثل وقتی که مامانت به تو گفت دور نشی. همین امروز اگه به حرف مامانت گوش میدادی حالا نیاز به کمک من نداشتی. پاپی با دقت به حرفای جغد گوش داد و با کمک اون کم کم مسیر رو پیدا کرد. جغد مهربون پاپی رو به سمت خونش هدایت کرد و بالاخره پاپی رسید به خونه. مامان خرگوشه مهربون جلوی در ایستاده بود. تا پاپی رو دید بغلش کرد. گفت پاپی عزیز من، خیلی نگرانت شده بودم. پاپی هم خودش انداخت تو آغوش گرم مامانش و گفت مامان، من دیگه همیشه حرفاتو گوش میدم، دیگه دور نمیرم، قول میدم. مامان خرگوشه مهربون موهای پاپی رو ناز کرد و گفت من همیشه دوستت دارم، حتی وقتی اشتباه میکنی. ولی خب خیلی خوشحالم که یاد گرفتی گوش دادن یعنی مراقبت کردن از خودت. از اون روز به بعد پاپی دیگه همیشه حواسش جمع بود. هر وقت میخواست بازی کنه اول به مامان میگفت و هیچ وقت زیاد دور نمیشد. و اون شب پاپی توی تخت کوچولوش با لبخند و خیال پرواز پروانه ها خوابید. خب بچه های خوبم، دیدین که گوش دادن به حرفای بزرگترها، به خصوص وقتی که تجربه و دانش بیشتری دارن، باعث میشه که از خطرات جلوگیری بشه و همیشه توی مسیر درستی قرار بگیریم. این قصه ما هم تموم شد. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار. یادتون نره برای شنیدن قصه های بعدی کانال ما رو سابسکرایب کنین. دوستتون داریم.